از همون خاطر وقتی که انسان سرش سوار میشه اینطور فکر میکنی که من در بلند منزل هستم. در کجا هستم؟ بلند منزل. اگر جهاد موجود بود مثل که در بلند منزل است، همه چیز زیر مراقبتت بود. کدام ملتی که جهاد در او زنده است زندگی عزتمند داره یا نداره؟ تمام مراسم اسلام انجام داده. خب کدام ملتی که جهاد ترک کرده ذلیل و بگوی دستبینی کیسته دیگر است. مسلم ممالک اسلامی فعلی ما مکمل دستبینی کیسته. علتش چیست؟ مجاهدین خود سرکوب کرده، مجاهدین موقع نداده، جهاد اعلان نکرده. از دو خاطری حالت است. قرآن کریم بر ما گفت. از این معلوم شد که انسان بسا تصامیم میگیره در ظاهر خوشش است اما در حقیقت خوشش نمی باشه. بسا تصامیم میگیره که او در ظاهر بد است خود در حقیقت خوش است. یکی از امو تصامیم نمیسته. شما که وقتی عقیده را فرا گرفته حالی تعلیم میده در ظاهر براتان بد معلوم میشه. چرا؟ نفستان میگه چرا خودت در جنجال میپرتی؟ وای هر آرام زندگی کو، تو را در عقیده مردم چی؟ این در ظاهر نفس برای ما چیست؟ خب معلوم میشه اما در حقیقت چی است؟ ترک کردیم مسئولیت خدا. شکر نعمت الله را چی کردیم؟ قدرش نکردیم. اینجاست که آدم تباه میشه. اینی بود مهارت انسانی و الله برای ما جهاد فرض کرده. در جهاد الله عزتمندی و سرفرازی ما را نهفته، پیچانده. از او خاطر تا وقت جهاد وجود داره عزت وجود داره، که نباشه عزت نیست. یسألونک عن الشهر الحرام، سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام در مورد ماه حرام. قتال فیه، از جنگ کردن دو ما. قل بگو قتال فیه کبیر، جنگ در ماه حرام خو خیلی گناه بزرگ است، لیکن در مقابل اینقدر عوامل وجود داره که باید جنگ در ماه حرام شوه. اگرچه گناه داره، چرا؟ مفسده دیگه امور خیلی زیاد است از مفسده جنگ در ماه حرام. و کدام از اون مفسده ها؟ و صد عن سبیل الله، منع کردن مردم از راه الله تبارک و تعالی که ایمان میاره این مردم ها میگیره او را نمیمانه. و کفر به، انکار کردن، و کفر به انکار کردن از دین الله تبارک و تعالی، از راه الله. و المسجد الحرام، و همچنان انکار کردن از حرمت و بزرگی مسجد حرام یا منع کردن از رفتن مسجد حرام. و اخراج و علی کشیدن اهل حرم منه، از حرم، اکبر و خیلی بزرگ است، هر کدامش علایده عند الله، بنزد الله تبارک و تعالی. از جنگ در ماهای حرام کرده هر کدام علایده خیلی بزرگ است. یک سریه را پیغمبر علیه السلام روان کرده، گروپ مجاهدین در یک موقع چیست عمرو الخزرمی میگه او سرپرست قافله بود از قریش. او دگیری امی گروپ مجاهدین افتاد، یارا گرفتن، یک دو نفر از یارا قتل کردن، یک چندش اسیر کردن. یا فکر کردن که آخر جماد الاخراست ما، یعنی چی نشده، ختم نشده، اولی چی نشده، رجب نیسته. رجب هم از جمله ماهای حرام بود، از او خاطر جنگ کردن در او حرام بود. یک دم واضح افتاد در مکه که پیغمبر علیه السلام گروپ مجاهدینش آمده و کفار کشته، در ماه حرام کشته. این دیگه بهانه خیلی قوی و اسلحه تبلیغات برای ازیا بود. چرا که پیغمبر علیه السلام اونجا دعوای دین داره و میگه که ما به ملت ابراهیم هستم، در ملت ابراهیمی 4 ماه حرام است. در این جنگ راستیام کفار خیلی مراعاتی ما را میکرد، خودشان یقینا هم جنگ نمیکرد. این یک طعنه بزرگ بالای پیغمبر علیه السلام و مسلمانا بود. وقتی که یهودی مدینه خبر شدن، الله اکبر، یهود خود این شایعات پردازی دیگه بگوی اول نمره هستند. منافقین در این طور گپا خیلی زیاد دامن میزنه، همین نیمی گپا بگوی پوره گپ میکنه. برای من اینقدر زنگا میآید در بعضی اوقات، برای من میگه موریس کجاستی؟ بسیار بار خطا زنگ میزنه. خیرت است. کسی مرا گفت که تو را امنیت برد، اونجا باز خوب چی کرده؟ نه من امنیت برده، نه کسی برده، همینجا هستم. این شایعه پردازی ها را خیلی زیاد میکنه منافقین. در یهودی مدینه یک سر و صدا را اینجا شروع کردن. این سر و صدا ها چی فایده داره؟ چی نقص داره با مسلمان ها؟ مردم دو دیله میشه. کسی که ارادی پیوستن به جماعت مسلمان ها بود، او دیگه پای خدا میگیره و یک سلسله شبهات در بین قلب مسلمان ها میفته که راستی ما وقتی مسلمان میگیم چرا اینطور خلاف قواعد اسلام کار بکنیم. الله تبارک و تعالی به خاطری که جواب داده باشه و قناعت امچ مردم را فراهم کرده باشه و تبلیغات
اثرناک نشوه. الله بر ما بیان کرد. قرآن کریم قاعده بزرگ اعلان میکنه، صحیح گپ است که ماهای حرام جنگ کردن حرام است، اما اگر در مقابل چند تا مفاسد یک جای شود، این مفاسد دلیل به این میشه که تو احترام ماه حرام نکنی. چرا؟ به خاطر که آغازی بی حرمتی ماه حرام از طرف کی شده؟ جانب مقابل شده. تو فقط دفاعگر هستی. تو چی هستی؟ دفاعگر هستی. از این خاطر در اینجا تو مسئول شناخته نمیشی و این جهت که حرمت ماهای حرام نمیاد. حالی این مردم مسلمان ها را به زور شکنجه میکرد، از اسلام میگشتان یا نه؟ میگشتان. پیغمبر علیه السلام و صحابه را از همین حرم که سرزمین واقعی پیغمبر است و باید متولینش همین مسلمان ها باشه کشیده یا نکشیده؟ خب شرک دمی حرم که مرکز پاک اسلام است شرک میشه یا نمیشه؟ این بزرگ است یا نه؟ قتل کردن مردم امری بزرگ است یا نه؟ باز خودشان همین ماه حرام در نظر نگرفته بی عزتی کرده. پس وقتی قدر عوامل وجود داره جنگ کردن در ماه حرام به پیمانی از او نیسته. اگر وا جنگ کرده قابل ملامتی نیستن. چرا؟ به خاطر که دفاع کرده و یکی به خطایی و نافهمی این کار کرده. قرآن همی جواب میگه یسألونک عن الشهر الحرام، از تو سوال میکنه در مورد ماه حرام. قتال فیه در مورد جنگ کردن در ماه حرام. ماه حرام 4 بود، 3 ماه پیوست بود، شوال، ذوالقعده و ذوالحجه. یک ماه او چی بود؟ بگه چی 3 ماه پی در پی بود، یکی ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، و یک ماه علایده که به نام ماه رجب یاد بکرد او علایده بود. هر 4 ماه جنگ کردن در او حرام بود. پیش هم تیر کردیم که آیا جنگ آلی در او حرام منسوخ شده یا باقی مانده. علما دو نظر داره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام قتال فیه کبیر، جنگ کردن در این ماه حرام یقینا گناه بزرگ است، و صد عن سبیل الله، لیکن منع کردن از راه الله تبارک و تعالی. ایرا جواب الزامی میگه کسی که ایمان اراده ایمان نداره شما نمیگذاری که آدم ایمان بیاره، منع میکنی از راه الله. و کفر به، انکار کردن به ایرای الله، یعنی تبلیغات میکنی که ایرای الله غلط است، دروغ است، دیوانگی است. یا و کفر به، ناشکری و ناسپاسی همی نعمت دین الله. یوم و المسجد الحرام، منع کردن از مسجد حرام، و اخراج اهلی، کشیدن اهلش که پیغمبر علیه السلام عامرین واقعی حرم است و کشیدن اهلش منها از حرم اکبر و خیلی بزرگ است، هر کدامش عند الله بنزد الله، یعنی از جنگ کردن ماهی حرام کرده. والفتنه اکبر من القتل، فتنه باز معنا داره شرک، خیلی بزرگ است از جنگ کردن کرده. در این سرزمین پاکی ابراهیم خلیل الله را برای موحدین آباد کرده، شما اینجا شرک میکنه، این خیلی بزرگ گناه است از جنگ کردن در ماه حرام کرده. یا والفتنه بزرگ گردانیدن مسلمان ها طرف کفری خیلی بزرگ است از جنگ کردن در این ماه. ولا یزالون یقاتلونکم، الله اراده تصمیم کافرها را بر ما بیان میکنه، قرآن بیان میکنه. این کافرها این اعتراضا و این چیست؟ انتقادایی که داره به خاطر از این نیست که یا احترام حرم قبول داره یا به خاطر احترام حرم انتقاد میکنه. انتقاد از یا فقط شبهه را در دل مردم پیدا کردن است که مردم ایمان نبیاره، مثل که آلی شبهه ها را مردم پیدا میکنه. نعوذ بالله. چقدر گپا را میزنه. یکی از برادرها برای ما گفت که مولوی صاحب تو خو اماما را دو دشنام بیدی. من گفتم کجا؟ در کلی تقریرای ما پیدا کو که من امام دو دشنام داده باشم. باز بعد از خودت مرا اعدام کو. امیر سفیدار هم همینطور گفتم. عجیب تو متا را میزنن صرف به خاطر ازی که مردم مشوش شوه نبیایا دین یاد بگیره، از او خاطری تبلیغات میکنه. ولا یزالون، همیشه هستن یا یقاتلونکم، قتی شما جنگ داره، حتی یردوکم، تا ای که شما را برگردانند دینکم، از دینتان، ان استطاع، اگر توانایی و طاقت پیدا کنه. کفار همیشه این همی آرزویشان است. امروز هم همی کفار تلاش داره که مسلمان ها را برگردانه طرف یهودیت و نصرانیت. چرا؟ اگر مسلمان ها آرام زندگی کنه، قوانین اسلام در اینجا نافذ بسازه، امنیت در منطقه حاکم میشه، مردم دنیای دیگه صمیمیت و امنیت میبینه، کلشان رو به چی میاره؟ اسلام میاره. این مردم اینمی اختشاشات میپرته به خاطر که معانمود کنه به دنیای دیگه که اسلام نام دهشتگردی و قتل و قتال و جنگ و به چیز امنی است. از او خاطر ای کار میکنه.
و من یرتد منکم، کسی که مرتد میشه باز میگرده از جمع شما عن دینی، از دین خود، نعوذ بالله، فیموت، پس میموره و هو کافران، در حالی که عقیده کفر داره، فاولئک، اینمی طور مردم حبطت اعمالهم، برباد شده عملایشان، فی الدنیا، در دنیا، والآخرت، در آخرت، و اولئک طور مردم اصحاب النار، ملازمین آتش است، هم فیها، اینمی مردم در آتش خالدون همیشه هستند. جزای مرتد بیان کرد. کسی که از دین برمیگرده، دنیا خو تلاش میکنه که مسلمان از طرف کفر برگردانه، مرتد شوه، الله علی جزا را هم بیان میکنه که گپ یادی نیست که کسی مرتد شوه. ارتداد دو قسم جزا داره، یکی در دنیا، یکی در آخرت. در دنیا خو پیغمبر علیه السلام میگه من بدل دینه فقتلوه، حدیث بخاری شریف است. کسی که دین خود تغییر میده بس قتل بکنه. چرا؟ توهین به دین. این سبوکی یک نظامی است که کلی مردم دو عقیده داره، از او خاطر او باید از بین برده شود. اما در قرآن کریم زیادتر موارد عذاب اخروی از این بیان میشه که مرتد کدام آدم است. اولین جزای مرتد است که کسی مرتد میشه اعمال نیکش مکمل از بین میره. چرا؟ شرک و بیدینی چی است؟ سببی است که کلی اعمال صالحه از بین میبره. از او خاطر الله اینجا گفت حبطت اعمالهم، عملای از یا برباد میشه فی دنیا، در دنیا. در دنیا عباداتش الله ثواب نمیده، نکاحش قطع میشه، از میراث چی میشه؟ محروم میشه، جنازه سرش خوانده طلب استغفار برش نمیشه، در مقبره مسلمانا دفن نمیشه. والآخرت، در آخرت هم اعمالش برباد است، به خاطر که سری اعمالش الله ثواب مرتب نمیکنه. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آورده، و الذين هاجروا، کسانی که هجرت کرده. او طرف اوتر مردم بود، این طرف بیبی مردمایی که ایمان آورده، باز بعد از او چی کرده؟ هجرت کرده. بعد از او چی کرده؟ جهاد در راه الله کرده. و بعضی مردمایی هستند که امی قدر اعمال هم انجام داده، لیکن بازم خوف از الله داره که قبول شده یا نشده. این درس عظیم بر ما میده که انسان در وقت عبادت الله تبارک و تعالی مغرور باشه، متکبر باشه، یا بازم ترس داشته باشه که آیا الله قبول کرده یا نکرده. این بسیار مهم است. ان الذين، یقینا کسانی که آمنو ایمان آورده، و الذين هاجروا، کسانی که هجرت کردن، دار دیار خود، خانه خود ترک کردن به خاطر دین الله، و جاهدوا، جهاد کردن، فی سبیل الله، در راه الله تبارک و تعالی. اولئک، ایتر مردما که موصوف به صفت است، یرجون رحمت الله، امیدواری رحمت الله هستند. چرا که یا اسبابی که موجب امی ثواب میشه این مردم انجام داده، از او خاطر امید داره. والله غفور، الله مهربان ذات است، اگر کمی کوتاهی در دوران هجرت و جهاد شده الله بخشش میکنه. رحیم، رحم میکنه که نعمت و ثواب خیلی بزرگ در مقابل عمل کم بر ازیا میده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. مردم عوام چطور و از کجا بداند که حدیث صحیح و ضعیف چی است؟ و خود میدانید که فقه بسیار بزرگ است و برای مردم مشکل است که همه آن را بدانند. حدیث اصلا الله تبارک و تعالی در این مورد ما را میفرماید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر قرآن میگه. کسی که مهارت به قرآن داره، به حدیث پیغمبر داره، خود میبینی که یه عالم برجسته است، وقتی خود تیر کرده و معلومات کافی داره، از او سوال میکنی و مطابق از او عمل میکنی. این را تقلید نمیگیم، این را اتباع میگیم. چرا؟ به خاطر که به مقتضای دلیل تو عمل میکنی. اگر برات معلوم شود سخنی از او که مطابق حدیث برات نگفته باشه، دیستی هم گپی از او را ترک میکنی. معلوم کردن حدیث ضعیف و صحیح برای عوام نیست، این را علما میدانه. علما مسئول هستند که به عوام خود زمانی که از پیششان سوال میشه یا برشان امری که واقعا در حدیث صحیح ثابت است امور را بیان کنند. تعدادی از مساجد دیده می شود که گلهای در بالای کلکی نشان است و در میان گلدان از مواد فاضله حیوانها استفاده می شود. این اصلا امی گل و گلکاری در مساجد این درست نیست، عمل نصارا است. از امو خاطر امی این گپا در مسجد باید نباشه. مسجد بسیار ساده صفا باشه، به خاطر که توجه مسلمانان طرفش دور نخوره و سبب خلل در خشوع نشود. خصوصا که اینطور حالتا باشه که بعضی اوقات آبی از او باز حتی در فرشان میره، چپم میشه. شما میگوید که مذهب شرط نیست. چرا اینقدر علما جهانی در یکی از مذاهب اربعه بودن؟
مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه، انور شاه کشمیری، صاحب تفسیر روح المانی، امام قرطبی مظهری، یا کلشان ما مذهب بیخی رد نمی کنیم، یا کلشان در مذاهب بودن، خب مثل ما وارینه که یک مذهب وحی آسمانی می دانستن، دیگاره که هر قدر قولشان قوی می بود قبول نمی کرد. اگرچه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مذهب احمد ابن حنبل بود، اما پابند مذهب ابن حنبل در یک مسئله نه به هزاران مسئله است پابندش نبود. انور شاه کشمیر رحمت الله علیه یا روح المعانی یا ما آگاهی نداریم به خاطر که یا پابند از یک مذهب کرده، چرا که این بی انصافی است. خود انور شاه کشمیر رحمت الله علیه در یک موقع گریان میکرد. مفتی شفیع رحمت الله علیه صاحب تفسیر معارف القرآن سرش داخل شد که گریان داره. از پیش سوال کرد که استاد چرا گریان میکنی؟ او گفت پرسان نکو. بازی بسیار اصرار کرده که نه حتما برای ما بگو. گفت ما گریان به خاطر میکنم که عمرم ضایع شده. بازی برش گفته که عجیب، کل عمری تو درس حدیث و قرآن تیر شده و تو بگویی که عمرم ضایع شده، دیگه مردم خود تباستن. باز خود اقرار کرده که عمرم به خاطر ضایع شده که حدیث برای خدمت حدیث نگفتم، حدیث در خدمت مذهب ما چی کردم آوردم، حدیث پیغمبر تاویل کرده رایی بودم به خاطر جور کردن مذهبم. این خودش گریان خودش است که گرفت حدیث پیغمبر برای امی فیض الباری در شرح بخاری داره، امی انور شاه کشمیر رحمت الله علیه بری که رفع الیدین اونجا چی گفته. شما انصاف داره تحقیقات بکنی و بعد از او نظر از این را بدانی. بله قرطبی و مظهری هم بالکل مقلد قوی است، بلکه صوفی است و فتح الباری یا صاحب ازیا یا مقلد محض نیستند. در بسا موارد صاحب فتح الباری شافعی مسلک است، لیکن به صدها مسئله از امام شافعی رحمت الله علیه را رد کرده. کدام قولی که قوی برش معلوم شده سر از او عمل کرده. علما را امی هر قدر محدثین امی خود ائمه را شما او را پابند یک چی نمیدانی، همیشه پابندی از یک عالم نکرده، بلکه پشت دلیل گشته، خود توصیه کرده. دیگه گفتی که تفسیر منیر و صفت و تفاسیر و جلالین بیش از 1 میلیون عالم جهانی در یکی از مذاهب اربعه بودن. خماوار کورکورانه نبودن، در مذاهب بودن تا جایی که مذهبشان موافق قرآن و حدیث بود از ارش عمل کرده، در جایی که نیست تکر یا تعارض امرای قرآن و حدیث واقع شده باز دیگه او مذهب قطعا پابندی نکرده. به نظر من میگه ضروری است که در یکی از مذاهب باشی. چرا ضروری است که در یکی از مذاهب باشی؟ وجهش بگو. از 4 مذاهب، حتی مولانا محمد طاهر در مذهب حنفی بود. بله بیچاره با وصفی که خیلی خدمات دین در مورد توحید انجام داد، اما در مورد تقلید بیچاره ملزم بود، دلیل قوی نداشت که فقط از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی بکنه، پیروی بکنه. امروز امو مردمی که هم مسلک از و شاگردای از اوست کلش چی گشته؟ عالی پابندی تقلید یک مذهب نمیکنه. چرا؟ به خاطر که کلگی اقرار میکنه که استاد در این مورد خطا شده. میگه استاد چرا قانون از شریعت دستبندی نمیشود؟ شاید کدام علت باشد. علت چرا قانون از شریعت دستبندی نشده؟ پیش از ما تو دستبندی شده. ما کمال شریعت خودش تیار دستبندی است. علمای ماهر موجود است، زمانی که فتوا یا یک موضوع برش پیدا میشه از پیشش استفسار کنه جواب داده میشه، هیچ ضرورت نیست. شده خو مردم سرش عمل نمیکنه. چرا؟ به خاطر که اون ترجیح میده نظام دموکراسی را. آیا قرآن خواندن در بالای قبر جواز دارد؟ این حالی اگر حنفی استی بالکل جواز نداره. خدا حدیث هم ثابت نیست. هیچ وقت پیغمبر یک امری که خیلی آسان باشه موجب ثواب باشه حتما امتی خدا ترغیب میده و یا کسی سریع عمل میکنه. نه از صحابه منقول است و نه خودی پیغمبر ترغیب نداده که چی شود تلاوت قرآن سر قبر شود، در حالی که یک امر آسان بود برای بخشیدن مرده. او از حدیث معلوم میشه پیغمبر میگه خانه هایتان مقبره جور نکنی بلکه در او تلاوت قرآن بکنی. معلوم شد که در مقبره تلاوت قرآن نمیشه. مدت 2 روز است که من تحت فشار یک شخص بدعتی قرار دارم و میگوید دستت چرا بالاست، وهابی هستی، تو را در مسجد نمیگذارم. من مقاومت کردم، تنها هم میخواهد مقاومت بیشتر کنم. تنها هستم، مشوره شما چیست؟ بله
مناسب خطور زده نمیتونه. مناسب بگو بروی کدام دلیل. بگو من خو حدیث پیدا کردم که دست اینجا قوی است، تو برام حدیث پیدا کو، حدیث قوی که من زیر بگیرم. آسان گپ. خلاص هر چیز که میگم بگو دلیل قوی پیدا کو که من دلیل قوی رو تو را عمل کنم. از پول زکات برای اعمار ساختن مسجد داده میشد؟ نه. بله، اگر تعمیر مسجد یک نفر در ذمه گرفته و اون نفر اولی از تعمیر کردنش ناچار است، چی پس مانده شده، یک آدم دیگه زکات برش داده میتونه، این را به نام غارم یاد میکنه. محافظین مسلح را که اشخاص قدرتمند با خود به خاطر دفاع از خود میگرداند، در مقابل اجل اشخاص قدرتمند میتواند دفاع بکنه؟ نه. یکی پیرداری است، اگرچه مرگ هر چی که بیا او واقع شده نیست، این را میگه اسباب ظاهری یا تدابیر ظاهری. اسباب و تدابیر ظاهری را الله ما را مامور ساخته که در دنیا استفاده کنیم، استعمال کنیم، لیکن این را نه عقیده نداریم که پیردار آدم نگاه میکنه. این کار اسباب ظاهری است، الله به همین خاطر پیدا کرده، ما استفاده از پیش میکنیم. میگه دین خویش را به اندازه زیاد دوست دارم و من میخواهم که مکمل تمام احکام دین خود را تطبیق کنم، اما وقتی کتاب های دینی را مطالعه میکنم در ذهنم نمیماند. چی باید کنم؟ تا از تقوا کار بگی، انشاءالله دیگه خوب میشی، ذهن دیگه قوی میشه، حافظیت قوی میشه. مکتب های ما شروع شده، آیا تایم مدرسه را تغییر میدهید یا نه؟ چطور کنیم؟ تغییر داده میتونیم؟ نه خب باز وقت بیخی کم میمانه، این چیزا هم نمیشه. شما یک چند دقیقه پیشتر حرکت کنید که در مکتبتان برسید. اگر داماد خشوع خود را به لفظ مادر صدا کند گناه است؟ نه. البته مادر نه چی نکنه، بهتر است خاله صدا کنه از مادر کده، چرا که همشیره مادریش است، همشیره دینی. کسی چندین بار قرآن را خوب باز کرده، خب بگپ ناق حکمش چیست؟ خواهرها اکثری کار میکنه، قرآن باز میکنه، قرآن رویدار جر میکنه. این گپا خب درست نیست. قرآن توهین و تحقیر نکنه و مناسب نیست که برای یک شخص باز شوه. اگر کسی باز میکنه او احترام قرآن بکنه، در کدام مورد که برش میگه باید همون گپی شدهش بپذیره اگر مطابق شریعت باشه. اگر کسی مریض مارا رو به تبلیغ بیاد گناه دارد؟ نه، بالکل بیا او تبلیغ بشنو. کسی قرآن را غلط میخواند گناهش چیست؟ اگر کوشش کنی که یادش بدی و دعوتش کنی که قرآن را غلط نخواند، باز هم بالایت قهر شود، در مقابلش چی باید کنم؟ حوصله بکو، او را دیگه بفهمان، هنوز الله اجرت زیاد میکنه. آیا قرآن در مورد برف و مناطق سردسیر چندین گفته چنین چیزی گفته؟ اگر در قرآن برف آمده، آیا حدیثی در مورد مناطق سردسیر و قطب جنوب و مردمان آن پیامبر سلام چیزی گفته است؟ اگر کدام حدیثی است لطفاً راهنمایی هم کنید که کسی از من پرسیده است اما من تا حال حدیثی نیافتم و در قرآن هم کلمه برف را نیافتم. قرآن کتابی برفا نیست. در قرآن کریم دو فصل ذکر شده، یکی شتا یکی صیف، و دیگه بهار و چیست خزان ذکر نشده. اما در مورد حدیث که در مورد برف آمده باشه نه آمده. پیغمبر علیه السلام در سرزمین زندگی میکرد که برف بچشم دیده نمیشد. مدینه منوره چی است؟ چی میکنی در مورد برف؟ چی میگی؟ چه قسم حدیث میگی؟ اگر میگی که مردم در مناطق سرسیر زندگی میکنه که تا حالی را داخل در اسلام نشده یا چی رقم؟ بله، فقط یک قوم یاجوج و ماجوج قرآن بیان میکنه که تا حالی را نآمده، اون یک وقت میبره از جمله علامات بزرگ قیامت است. در جنت برای مردان حور داده میشد، برای زنان هم داده میشد. الله امو مردی را که برای تو نصیب کرده آنقدر محبوب میسازه که فکر میکنی که دیگه هیچ نعمت دیگه وجود نداره. امو حوریت است. اگر یک زن در دنیا دو شوهر داشته باشد چطور؟ اگر یک زن در دنیا عروسی نمیکند برای او، بله، الله تبارک و تعالی او را در نکاح کسی میده و امرای کسی یک جا میکنه. اگر دو شوهر کرده باشه راجع قولی است که با شوهر اخیری است. در بعضی روایت ها میگه که هر کدام خوش داره قطعی از اوست، لیکن راجع قول شوهر آخری است.
در کدام حالت میتونیم نماز را جمع کنیم؟ در سفر، در باران و چیستا برف، ترس و لرز، جنگ و جدل کی باشه میتونیم نماز را جمع بکنیم، پیشین و دیگر و شام و خفتنه. کسی که نماز تراویح را به قصد ترک کند حکمش چیست؟ از شفاعت پیغمبر محروم میشه و اجر بزرگ از دست داده. حد اقل و حد اکثر نماز تراویح چند رکعت است؟ حد اقل 8 و زیادش هم تا 42 رکعت از صحابه خوانده، بلکه از 42 تو را که الله توان داده تا 100 رکعت بخون. دیروز مولوی در تلویزیون گفت حد اکثر نماز تراویح 20 رکعت است و بیچاره معلومات حدیث نداره که میگه. من خو میگم که پیروی مذهب همینطور آدم هم میکنه و حد اقل آن هر قدر که توانش را داری. آیا این گپ درست است؟ نمازی نفل است، یک آدم 4 رکعت میخونه، خب پیغمبر 8 رکعت خواند، از او کم نخوانده. آیا برای زن حافظه جایز است که در حالت مریضی قرآن را حفظ بخواند؟ بالکل درست است. و چیست در سوره مائده یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، مراد از وسیله چیست؟ عمل صالح است. اونجا اتقوا الله مراد از مسئله عقیده است، عقاید خود جور کنه. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله هر آن چیزی که سبب نزدیکت به الله میشه و او عمل صالح است. مفسرین مراد از وسیله عمل صالح را میگیرند. دکان برادری من دکان عکاسی داره، پس در دکان او عکس است. آیا بله، خود عکس گرفتن خیلی گناه بزرگ است، نگیره، توصیه برش بکن دکان خودت ترک کنه، یک عمل دیگر را در پیش بگیره، کسب حلال بکنه. از نظر شما در مورد کتاب زیور جنتی چیست؟ زیور جنتی خوب کتاب است، خوب مطالب خوب هم داره، بعضی مسائل بدعت خیلی خوب گرفته رسم و رواجا را، لیکن بعضی مسائل چی هم داره نادرست. اون مسائل نادرست همون بخشی چی هسته؟ طبیش هسته که میگم چی بخشی تعویضاتش است. در اونجا در یکیش نوشته کرده که اینی آیت در زنی که ولادتش نمیشه آیت نوشته کنید، درانش بسته کنید تا ولادتش شود. این توهین قرآن کریم است، قطعا گپ درست نیست، بلکه ضرورت برای بسته کردن نیست. قرآن چرا آب زمزم یا همونطور آب عادی دم شود، خرما دم شود به زنی که در حالت ولادت است داده شود که الله آسان کنه سرش؟ چی ضرورت به بسته کردن است؟ اینی طور گپا داره. استاد مهربان، من از شما التماس دعا میکنم که خادم و پیرو قرآن کریم باشیم ان شاء الله. یعنی خودم با نامزدم، الله شما را خدمتگار دین بسازه از کلی اهل اسلام. نظر به این حدیث شریف اعتکاف سنت است برای خانم‌ها. عایشه رضی الله میگن کان یعتکف العشر اواخر من رمضان حتی توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعدی. بله، اعتکاف برای زنها خود سنت است، خود در مسجد. چرا ازواج مطهرات در مسجد اعتکاف نشستن، نه در اجرگکای خود؟ ولی امروزه یک خانم یا دختر نمیتواند در مسجد به اعتکاف بشیند به خاطر که خانواده اذیت میشود. نشینه که امر سنت است. در اون صورت که تو مورد اذیت قرار میگیری چرا سرش سنت عمل میکنی؟ در خانه خدمت پدر و مادری تا بکن، تلاوت قرآن بکن، نماز بخوان، اونو ثواب داره. من 2 سال نشستم و قصد کرده بودم که اگر توانستم سال آینده که امسال باشد بشینم و این را هم میدانم که اگر بگویم در مسجد میشینم فامیلم به من اجازه نمیدهد. نه، اعتکاف چون که ما مطابق امر شریعت هستیم، برای تو در خانه هیچ وقت ثابت نیست که اعتکاف کرده باشه. البته در مذهب حنفی گفته چیسته زن در خانه هم که جایی را برای نماز خود خاص کرده در اونجا میتونه. بله، در مذهب حنفی گفته، خود حدیث ثابت نیست. کسی که نفل و قرآن کریم را بخواند اجر ثواب آن را به روح مرده بسپارد تا که از نه اجر. تو چی خبر داری چه اجر داری؟ و این عبادتی است که ثوابش به کسی بخشیدن نمیشه، تنها دعا برش میتونی که الله جنت برش بده، از عذاب نجات بده. اینطور آیا عید مبارک میشود یا خیر؟ بله بالکل. صحابه کرام یکی به دیگه میگفتن مبارکی را. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. قرآن کریم د قرآن کریم آیاتونه دی په پاڼو باندې لیکل شوي دي. څه ورکړل شي ورسره؟ دفن یا وسوځل شي. هم دفن میتونه ورقای قرآن کریمه و هم سوختانده میتونه. هر دویش درست است، به خاطر که در زیر پای و گپا نفت.